ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم دوم، گفتار 34. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. اگر جناب عالی سرکشی کرده خراج و مالیات پادشاهی ندادگان را تنبیه نکنند، روزی امیر هم، وزیر هم، قاضی کلان هم و در قطار آنها روزی ما و شما هم به گدایی می افتد. اکنون آمدیم به بالای گپ نزدن آنها به این بیدینی خدا بی خبر. آخر باید دانید که به این کافر گپ نزدن آنها صلاح مملکت است. جناب عالی با پادشاهی عروس دوست می باشند. تکیهگاه این کافر باشد عروس ها است. این گمراه چندین بار به مملکت عروس ها سفر کرده است و می گویند که با پادشاهی عروس ها هم صحبت شده دین نصارا را قبول نموده است. اگر جناب عالی به این بیدین گپ زنند، سبب رنجش آن پادشاه می شود و در آن وقت ممکن است که مملکت ویران شود. در خطار همین قدر عروس ها مانید که یک کافر دیگر هم تا به پای خود به جهنم رفتنش زنده گردد. من از این تفصیلات این ملای کهنسال با وجودی در دست عصای روسی پلک گرفته گشتن آن آدم سببی به این کار او گپ نزدن ملاها را که به سری کلوش و کفش ملا تراب آن همه غوغا برداشته بودند فهمیده باشم، هم سببی به او تعظیم نموده سلام دادن آنها را هنوز نفهمیده بودم. خصوصا بعد از آن که در غیب وی از او با عبارتهای بد شکایت کردند و در حق او آن همه ناسزا را گفتند، سبب چی بود که در روی وی او را حرمت می کردم؟ بعد از پرسکاو من فهمیدم که این آدمی عجیب احمد مخدومی مهندسی هندسدانی دانش بوده است و بنابر از حد زیاد کلان بودنی سرش او را احمدی کله می گفتند. اما سببی در روی او حرمت کردن ملاها با وجود عقیده بد داشتنشان در حق او و باعثی به سلام آنها جواب نداده از پیش آنها کلانگیرانه گذشته رفتن او ثانی‌تر به من معلوم شد. احمدی کله در گذر جعفر خواجه یک حولی داشت که در آنجا زندگانی می کرد و در مدرسه میر عرب یک حجره هم داشت که در وی دامادش استقامت می نمود. احمد مخدوم هرگاه که رفت و آی مردم به دلش زده به بالای یگان مسئله دشواری فکر کردن را خواهد، به مدرسه آمده یک شب را در اینجا در خلوت گذرانده باز به خانه دائمیش می رفت. باری واقعی روی داد که من آواز احمد مخدوم را شنیدم و به دانشمندی بزرگ بودن او عقیده پیدا کردم. نمیدانم در همان سال بود یا سال دیگر که دانش با عادت مقرریش در بین عصر و شام به مدرسه آمد. ملاهای میان سرای نشین هم با عادت مقرریشان
از پای خیسته تعظیم کنان به او سلام دادند. او این دفعه هم به سلام آنها جواب نداد، لیکن بی آنکه بر روی کسی نگاه کند و گویا که خود به خود گپ می زده باشد، زبانش گرفته زبان او اندک لکنت داشت که حرفهای اولی کلمه ها را تکرار کرده می گفت: امشب در فلان ساعت ماه می گیرد، فلان دقیقه دوام می کند و هر کس که در همان وقت به بالای بام مدرسه برآید این حادثه طبیعت را تماشا می کند، گویان گذشته رفت. بعد از گذشته رفتن او با عادت مقرری باز شکایت ملاها سر شد. من هرچند پیشتر با شکایت عمومی ملایان در حق احمدی کله در شبهه مانده باشم هم این بار این شکایت ها را بی‌طرفانه گوش کرده نتوانستم، بلکه در فکر خود محاکمه می کردم، زیرا دعوایی که من آن روز از وی شنیده بودم به فکر خودم خیلی عجیب بود. تا آن وقت من از آدمان ماه از شومی گناه می گیرد گفته شنیده بودم. اگر در حقیقت امشب گفته او راست برآید، معلوم می شود که او عالمی بزرگ بوده است. مردم او را منجم یعنی فالبین می گفتند. اگر این گفته هایش درست برآیند، معلوم می شود که او در حقیقت منجم یعنی ستاره شناس بوده است، نه فالبین. من این دفعه از شکایت و غیبت ملایان نسبت به او و دانش او بوی رشک و حسد حس می کردم. شب شد. در ساعتی معین، در ساعتی که احمد مخدوم تعیین کرده بود، بیشترین ملاها و طلبه ها به بام مدرسه برآمدند. من هم برآمدم. احمد مخدوم از همه پیشتر برآمده بوده است. او بر روی یک صفه هموار که در گوشه جنوب شرقی بام مدرسه بر بالای بام حجره خود ساخته بوده است، قالینچه پهن کرده نشسته بود. در رو بر روی وی دامادش می نشست. در پیش او فانوسی بود که در وی یک شمع جایداری 4 تنیمچه یعنی 4 دانش 500 گرمی می افروخت. ساعتی بغلی هم در پیش روشنایی فانوس کشاده ماندگی بود. در پیش زانوی احمد مخدوم یک چند ورق کاغذ پهن بودند که در آنها رقم‌های حساب نوشتگی می نمودند. بعضی رقم‌ها با سرخی نوشتگی بوده، بر بالایشان با سیاهی خط کشیدگی بود. در قطار سطرهای رقم‌ها و در حاشیه کاغذ کلمه‌های 2 حرفه و 3 حرفه معناهایش به من نامعلوم می نمودند. احمدی دانش با دقت آن رقم‌ها را از نظر می گذرانید. گاه ها به ساعت نگاه کرده، بعد از آن به آسمان صاف که در وی ماهی پر نور می پاشید چشم می دوخت. یک وقت زبانش گرفته به آسمان نگرید. گفت: همه به آسمان نگریستند. ماه به گرفتن در آمده بود. کم کم گرفتگی ماه زیاد شده به اهالی شهر معلوم گردید. در کوچه ها آوازی طبل شبگردان، آدمان پلیسیای امیری بلند گردید. از حولی ها صدای لعلی ها، لعلیچه ها، دیگ های میس و ستیل ها برآمدن گرفت. در مدت یک چند دقیقه شهر از آوازی دنبر دنبور جرنگ جرونگ پر گردیده به دل شنوندگان یک نوع دهشت می انداخت. من در موردهای ماهیگیری در دیه امان هم صدای میسی نکوبی را شنیده بودم، لیکن غلغله آنجا به مناسبت کمی اهالی آنجا پست و سست بود. اما در شهر بخارا که یک باره از هزارها حولی ها و صدها طبل ها صدای نافارمی غیر منتظم
می برآمدند عصب‌های کس را به هیجان می آورد. با شنیدن این صداها در لب‌های احمد مخدوم تبسمی استهزاکارانه ظاهر شد و او گویا در شرح سبب این تبسمش خود به خود گفت: وقتش رسد خود ماه گشاده می شود. به این گونه لعلی زنی ها و ستیل کوبی ها احتیاج ندارد. و علاوه کرد: بعد از فلان دقیقه به گشاده شدن سر کرده، بعد از فلان دقیقه تماما گشاده می شود. در حقیقت در دقیقه‌ای که احمدی دانش گفته بود ماه به گشاده شدن سر کرده، در همان دقیقه‌ای که او معین کرده بود در ماه اثری گرفتگی نماند. از همه پیشتر از بام فانوس را به دست گرفته احمدی کله فرآمد و از پی او قالینچه و کاغذها را غون داشته دامادش رفت. دیگران بعد از قدری شکایت کردن یگان یگان فرآمدند. این دفعه موضوع شکایت ملایان جادوگری و سحربازی احمدی کله بود. نظر به عقیده شکایتگران آن رقم و حرفهای معنیشان نامعلوم که در آن کاغذها نوشتگی بودند دعای تسخیر بودند. کسی که به این گونه دعاها شغل نموده به نصابش رساند جنها، دیوها، پریها و حتی شیطانها را تسخیر می کرده است، به حکم خود می در آورده است و آن مخلوقها به تسخیر کننده از غیب خبر می دادند. اما از روی شریعت به سحر و جادو شغل کردن ممنوع بوده است، لیکن بعضی احمد مخدوم بر این گمراه ها به سحر و جادو شغل کرده به مردم از غیب خبر داده دیگران را هم گمراه می کردند. من فردای آن شب در وقت درس از داماللای خود ملا عبدالسلام که در وقت گرفتن ماه به بام نبرآمده بود، احمدی کله گرفتن ماه را چگونه پیشکی فهمیده است گفته پرسیدم. او جواب داد: از غیب خبر دهندگان دو قسمند، یکم ولی، دویم کاهن فالبین. ولی هر چی را که از غیب خبر می دهد با الهام الهی و با تلقین ملائکه های او خبر می دهد. به این درجه رسیدن آدم بسیار دشوار. باید انسان در زیر رهبریت پیری کامل چندین سالها ریاضت کشد که به این درجه رسد. از غیب خبر دادن ولی را در زبان شریعت کشف و کرامات می نامند، لیکن ولی ها بنابر نگاهداری سر و حکمت های الهی خبرهای غیبی را به کسی نمی گویند. کاهن فالبین باشد، هر چیزی که از غیب می گوید با تلقین و با خبردهی جنها و پریها می گوید که آنها به سبب جسمی لطیف به نظر ننماینده بودنشان در عالم ارواح به ملائکه ها نزدیک رفته از گفت و گزار آنها این خبرها را می دزدند. از غیب خبردهی کاهن را در زبان شریعت استدراج می گویند که صادر شدن این گونه کارها از کافران هم ممکن است. کاهنها برای از راه برآوردن مردم خبرهای از جنهاشان شنیده را به هر کس می گویند. احمدی کله از جمله کاهنان و دوستی شیطان است و هر کسی هم که به گپ او گوش دهد گمراه و دوستی شیطان می شود. هرچند جایش اینجا نیست و تاریخش خیلی دور و دیر است، یک واقعه را هم که به همین سخنان داماللایم
درباره به واسطه جنها از غیب خبردهی احمد مخدوم دخل دار است باید در اینجا قید کرده گذرم. بعد از 2 یا 3 سال این واقعه، وقتی که من در پیش داماللای مذکور شمسیه کتابچه‌ای که به منطق عاید است می‌خواندم، یک مثال راست آمد. این مثال ضرورت گرفتن ماه بود در وقتی حایل شدن زمین در میانه وی و آفتاب. داماللای من چنان که هست این مسئله را شرح داده به من فهماند. به این مناسبت واقعی از گرفتن ماه پیشکی خبر دادنی احمد مخدوم به یادم رسیده به دامالله گفتم. معلوم می شود که احمد مخدوم وضعیت ماه، آفتاب و زمین را به حساب گرفته از گرفتن ماه پیشکی خبردار می شده است. در این وقت به یادم آن رقم ها رسیدند که در کاغذ نوشتگی بودند و در قریب گرفتن ماه احمدی دانش آنها را حساب کرده می ایستاد. با شنیدن این سخنان من پیشانه دامالله ترش شد و در ابروانش چین پیدا گردید و بعد از قدری خاموش ایستادن به من نگاه نکرده گفت: صاحب این کتاب شمسیه از جمله حکما است. حکما به شریعت کار ندارند و هر چیزی که به عقلشان آید گفتن میگیرند. در حقیقت اینها شاگردان شیطانند و احمد کله شاگردی اینهاست. همه اینها گمراهانند. درباره گفته های اینها بسیار پرسکاو کردن درست نیست. من در این گفته های معلم علم منطق یک نوع بی منطقی حس کردم و در دل خود فکر می کردم. اگر مؤلف کتاب شمسیه از جمله حکما بوده و حکما همگی گمراه باشند و درباره گفته های آنها پرسکاو کردن درست نباشد، پس چرا این کتابی درس شده آمده است و حتی حالی حاضر هم خود همین داماللای رستگاری من از خود همین کتاب به من درس داده ایستاده است؟ من تا آن وقت این داماللای خود را به سبب اشتراک نکردنش به هجوم‌هایی که از طرف ملایان به احمد مخدوم میشد، از همراهی نکردنش به شکایت‌های میانسرایی که کلانان مدرسه از احمد کله می کردند، یک آدمی دانشمند و با عقل گمان می کردم. اما همان روز دانستم که داماللایم هم از همان ملاهای جاهلی بی سواد کم فرق داشته است. در بهاران سال 1 استقامتم در مدرسه میر عرب مرا دیدن حولی احمد مخدوم دانش میسر شد. این خوشبختی در من به این طریقه روی داده بود. در روزهای توتپزی، روز خوجینان من، ملاهایی که من در آنها آشپزی می کردم خواستند که جای رفته توت خورند. یکی از شریک درسان آنها که او را ملا محی‌الدین لواح می گفتند، همین روز به حجره داماللایم ملا عبدالسلام آمده بود. او بنابر لواح بودنش با احمد دانش هم پیشه بوده، با او رفت و آی داشته است و بعضی نازکی های صنعتی خود را از وی می آموخته است. او به همدرسان خود تکلیف کرد که به توتخوری به حولی احمد مخدوم بروند. نظر به قول او حولی دانش باغچناک بوده، در آنجا درختان نوجنگ توت هم بوده است و او به این تکلیف خود علاوه کرده گفت: اگر به آنجا رفتن خواهیتان من راهبری می کنم. این تکلیف را خوجینان من خوش قبول کردند. در این وقت بدعتکاری، بیدینی و دوستی شیطان بودن او به خاطر هیچ کس نرسید و این خصلت‌های بدی او به خوردن توتی او مانع شمرده نشد. ملاها مرا و باز 2-3 طلبه خردسال دیگر را
برای توتفشانی و چادرداری همراه خود گرفتند. ما از مدرسه برآمده با کوچه کلانی طرف شمالی مدرسه به طرف شرق روان شدیم. از طاق زرگران، از رسته زرگری، از بین مدرسه های میرزا اولوغبیک و زرگری، از گذرگاه های دیگریزی، میخچگران، کلاباد و دیگرها گذشته به گذری جعفر خواجه رسیدیم که حولی احمد مخدوم در همان گذر بوده است. ما در آخرهای گذری جعفر خواجه از کوچه کلان به دستی راست به طرف جنوب به یک پس کوچه پیش بسته برگشتیم که تخمیناً 50 قدم درازی داشت و در جای بسته شده آن پس کوچه دروازه‌چه زیبای گشاده می شد. ما از دروازه‌چه در آمدیم. از پیشی دروازه‌چه تا پیشگاهی باغچه راست به طرف جنوب یک تالار انگور ساخته شده بوده. زیر این تالار یک راهی پیاده‌گردی پشت ماهیگی بود که در وقت باران آب بروی وی نمی ایستاد و به دو طرف به دو جویچه‌ای که در دو سوی این پیاده‌گرد کشیده شده بودند شاریده می رفت. خوازه تالار به شکل بام‌هایی که در جاهای سیرباران می سازند بوده، بر بالای ستونچه های قطار که از دو طرف بر لب جویچه ها بروی زیر ستون های چلیکی شنانیده شده بودند می ایستاد. در پیش هر ستونچه یک بیخ تاک شنانده شده بود که تنه های این تاک ها برابر ستونچه ها راست تا زبرروی خوازه می برآمدند و از آنجا آن تنه ها پنجه ها داده و پنجه ها نوده ها رسانده و نوده ها با برگ های زمردین خود سرتاسر روی خوازه را تماما پوشانده بودند. در دو طرف رسته تالار درخت های میوه‌داری گوناگون با جدول های هندسگی در شکل شاهماتی شناندگی بودند که رسته های بین قطاره های آن درختان از دو طرف موازی یکدیگر اریب می رفتند و رسته تالار با قطار آن درختان یک نمودی شکلی مخروطی کانوسی پیدا کرده بود. رسته تالار رفته به یک ایوانچه زیبایی گچکاری می پیوست که بالای این ایوانچه یک بالارخانه ایوانچه دار بود که نشیننده آنجا اگر راست نگاه کند همه جای باغچه را تماشا می کرد. در طرف شرقی این ایوانچه زیرین و پیوسته به وی یک شپنگی بلند دراز بود که ستونچه هایش 8 رخ تراشیدگی بوده، زیر ستونچه هایش شکلی زاموچگی هندلکی داشتند. زیر ستونچه ها با رنگ زاموچگی و تنه ستونچه ها با رنگ سبزی بادرینگی رنگ و روغن داده شده بودند. سقف شپنگ شکل کمانی داشته، پوشیشش شیروانی بود. در طرف غرب ایوانچه و پیوسته به وی یک صفه بلندی دراز می رفت که درازی و بریوی با شپنگ برابر بود. طرف شرق و غرب ایوانچه به شپنگ و صفه شادگی بوده. طرف جنوبش دیوار داشت و در آن دیوار یک در می نمود که به یک خانه درازرویی رهرو مانند گشاده می شد و آن رهرو به بینای خانه های زمستانی پیوست که یک طرف آن مردانه مهمانخانه و طرف دیگرش زنانه حولی درون بود. دو طرف این خانه رهرو مانند بین بینای خانه های زمستانی و شپنگ و صفه گلزاری بود که در وی گلهای گوناگون نوعی گوناگون رنگ شکفتگی بودند. نظر به قول ملا محی الدین طرح این باغ را خودی احمد مخدوم کشیده، بناکاری ها، درختچینانی ها و گلزارها موافق نقشه او و با اشتراک او به وجود آمده بودند. از بس که او مهندس هندسه‌دان بود،
نازکی های این هنری خود را به باغچه خود صرف کرده بود. پیشخدمت احمد دانش ما را در آخری رسته تالار پیشواز گرفته راست به ایوانچه زیرینی بین صفه و شیپنگ در آورد و از آنجا با زینچه‌ای که در پیشگاه این ایوانچه بود به بالاخانه برآورد. بالاخانه و ایوانچه بالایی بر بالای ایوانچه زیرین و خانه رهرو مانند بنا یافته بودند. در دیوارهای بالاخانه خریطه زمین و کوره‌های مسطحه دنیای کهنه و نو چسبانیدگی بوده. در بالای دو چارپایه گردشی کوره‌های مجسمه زمین و آسمان می ایستادند. البته من در آن وقت نه خریطه را می دانستم، نه کوره را و نه به چیز خدمت کردنی این اسباب‌ها را. اما ملا محی الدین درباره آن چیزها به شریکان خود ایضاحی دور و درازی داد که در قطار آنها من هم چی بودنی آن چیزها را فهمیدم. ملاها این اسبابها را واسطه مسخره داشتنی احمدی کله کردند. یکی می گفت روی زمین را کی وجب به وجب دیده برآمده است که صورتی وی را با شهرها، بیابانها و دریاها با تفصیل در روی کاغذ کشیده نشان داده تواند. این چیزی است که یگان دروغگوی یا یک چند دروغگوی یک جا نشسته ساختند و برای مردمی نادان را فریب داده پول غنداشتند چاپ کرده برآوردند. دیگری گفت احمدی کله خود را از همه دانشمندتر می شمارد و حالان که خودش از همه اهالی بخارا پیشتر به این فریب باور کرده خریده آورده و دیواری خانهش زده مانده است. مگر از این زیادتر یگان کاری احمقانه دیگر هست؟ وقتی که حرکت زمین و حایل شدن وی را در بین آفتاب و ماه از تفصیلات ملا محی الدین از زبان احمد مخدوم شنیدند، دیگر بی هیچ شک و شبهه به بیدینی او حکم کردند. در تاقچه های بالاخانه دایره، تنبور، دوتار و رباب بر این اسباب موسیقی بود. ملاها اینها را اسباب بازی های شیطانی شمردند و اینها نیز نظر به عقیده آنها دلیل بدعتکاری احمد مخدوم شمرده می شدند. این سخنهای آنها با وجود خردسالیم برای من خنده آور می نمود، زیرا هر وقت که در دهه ما بزم شود پدرم مرا برداشته می بود. به سرود و نغمه ها با دقت گوش می داد. خوانندگان، نوازندگان و رقاصان خوب را با آوازی بلند آفرین، بارک الله، برکیاب، شاد باش، زنده باش، نمورگویان تحسین می کرد. من که پدری خود را یکی از درستکاران آن زمان می دانستم، با پیروی او من هم این اسبابها را چیزهای خوب می شمردم. بنابراین بودن این اسبابها را در خانه احمد مخدوم یکی از کارهای بدی او شمردنی ملاها به من پسند نافتاد. و بالای این در وقتی که با پدرم به سیاحت شهر بخارا آمده بودم، در پیش مدرسه میری عرب بزم پادشاهی می رفت و همه اهالی این مدرسه آن بزم را تماشا می کردند. شما گفتار 34 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.